با سوال ما جواب بگردان. اگر بچه زنا کند با آب غسل کند پاک می شود یا نمی شود؟ اگر شخص زنا می کند، زن باشد یا مرد باشد، بعد زنا کردن پشیمان می شود، توبه به سوی خدا می کند، میگوید پروردگارا این کاری من کردم خیلی کاری زشت بوده است، خیلی کاری بد بوده است، خدایا از این کردم من به سوی تو پشیمان شدم. ای پروردگار، آخر اگر همین زنی که من با او زنا کردم در جای این اگر خواهر من باشد یک مرد دیگر زنا کند، من خودم را چه تصور میکنم؟ همون کسانی که زنا میکنن باید که در حالت زنا خواهر زنشون پیش چشمشان بیارن که اگر زن شما را یا خواهر شما را ای زناکارها، اگر دیگر بدبختای زناکار زنا کنند چه خیل میشوین شما؟ اگر توبه کند بعد غسل کند از جنابت خالی می شود. لیکن اگر زنا کند و باز گوید که خیلی آینده باز زنا را دوام دادن میگیریم، وای جنوب است، او هیچگاه آب وای پاک نمی کند. وای اگر با آب زمزم که اگر آبازی کند وای پاکیزه نمی شود. این کثافت دائم جنوب است، در حالت جنابت اون قرار دارد. تا اگر توبه صدق به سوی پروردگار نکند و غسل نکند، بدن وی از جنابت پاک نمی شود. در حالت جنابت دیگر خیلی وی حساب کنی خوردنش هم در حالت جنابت است، همراه تو صحبتش هم در حالت جنابت است، هر معامله که میکند وی در حالت جنابت است.